از شما. آقای دکتر مجتبی شکوری سلام. سلام. ارادتمندم. ادامه صحبت درباره حال خوب. همینطوره. ما این مدتیه داریم در مورد یه ایده‌ای صحبت میکنیم که در مورد موهبت کامل نبودنه. ما با یک کتابی شروع کردیم به نام اضطراب موقعیت و الان در میانه بحثیم که دنیایی که انقدر به کامل بودن توصیه میکنه چه خطراتی و چه اضطراب‌هایی برای آدم‌ها میتونه ایجاد کنه. دنیای ما خیلی به کمال آقای صحت توصیه میکنه تو همه عرصه ها، در مورد زیبایی، در مورد موفقیت و استانداردهای بی نهایت سختگیرانه داره. قدیما شاید 200 سال پیش پسر روستایی در قبیله خودشون زیبا محسوب میشد. خب بالاخره اونجا پیرمردهایی بودن، کسایی بودن شاید زخمی بر صورت داشتن و او زیبا بود. ولی امروز با این استانداردهای سختگیرانه از زیبایی در مقایسه با جورج کلونی کی میتونه زیبا باشه؟ ما هر روز حالمون نسبت به خودمون بدتر میشه، چون یک کمالی ایده اصلی مدرنیسمه و در حقیقت این بیماری تولید میکنه که تو باید بهترین باشی و کاملترین باشی، ولی خیلی از وضعیت‌های بشری با این واقعیت در تناقضه. در حقیقت همه آنچه که در فلسفه به عنوان پست مدرنیست طرح میشه، مستقل از اینکه دغدغه‌شون گاهی معناست، گاهی عدالت، گاهی چیزهای مختلفه، با در یک چیز اشتراک دارن که مدرنیسم با همه مواهبش یک چیز ارزشمند رو از ما گرفته و اون توانایی رضایت و شاد بودنه، اون احساس کافی بودنه. یک کتابی که بارها توی برنامه درباره‌اش صحبت کردیم و اینقدر همه جا هست که آدم دیگه نمیبینه و یادش میره اهمیت این کتابو. الان میخوام با اجازه یه بار دیگه اسمشو بیارم. کتاب شازده کوچولوی سنت اگزوپری که داره به ما اگه یه بار دیگه با یه دیدی دوباره بخونیم داره از همین میگه که وقتی یه خونه رو میخواین توصیف کنید نگین که یه خونه خریدم مثلا 5 میلیارد بی‌نظیره، بگین یه خونه خریدم که حیات خوشگلی داره، درخت‌هایی داره، پنجره‌اش چه جوریه، نورگیره یا نه. ایناست که خونه رو باید باش توصیف کرد و ارزش خونه است، نه قیمتش و بقیه چیزا. بد نیست که دوباره بریم سراغ این کتاب همیشه خواندنی. دقیقاً و یک شاهکار واقعا. دقیقاً میگه وقتی به آدم بزرگان میگی یه دوست پیدا کردم، اونا سریع میپرسن پدرش چیکار است، چند تا بچه‌ن، میدونی خونه‌شون کجاست، چند متر. هیچ کس نمیپرسه پروانه جمع میکنه یا نه، چجوری آواز میخونه. میدونید در حقیقت او داره دغدغه‌ای رو مطرح میکنه که اکثر فلاسفه پست مدرن مطرح کردن. و اجازه میدید مثلا به یه شاعر و نویسنده دیگه هم که برای بچه‌ها مینوشته ولی اتفاقا بزرگان شل سیلورستاین رو بگید. آفرین، عالیه. بفرمایید. نه شما بفرمایید. نه تعارف نکنید. من اشتباه کردم. شل سیلورستاین که بچه‌ها بهش میگفتن عمو شلبی، واقعا توی شعراش نگاهی که داره خیلی شبیه نگاهیه که اگزوپری توی شازده کوچولو همینطوره و دنیای ما به این نگاه احتیاج داره. میدونید به این نگاه کودک و تو این دنیای جدی که مثلا بدشانسی به عنوان یه علت از شکست به رسمیت شناخته نمیشه، تو این دنیای جدی با استانداردهای سختگیرانش که آدم‌ها اضطراب موقعیت رو تجربه میکنن، خیلی ما این نگاه کودکانه رو نیاز داریم. مثلا هوسرل یه فیلسوفیه، در مورد مفهومی حرف میزنه به نام ریاضی وار کردن هستی. میگه ما تو انقلاب علمی و صنعتی با فیزیک دنیا رو تسخیر کردیم، با F = ma هواپیما رو از زمین بلند کردیم، به کیلومترها زیر زمین رفتیم، ولی یه اشتباهی کردیم. این قوانین ریاضی رو به تمام هستی تسری دادیم و معنا رو و شور رو و شوق زندگی رو و رازآلودگی زندگی رو ازش گرفتیم و امروز تبدیل شدیم به مردمانی که سیب زمینی میکارن، که سیب زمینی بخورن، که بتونن سیب زمینی بکارن. در یک سیکلی بدون معنا عمر میکنیم و نه زندگی. میدونید من میخوام یه ذره این گزاره‌های قطعی دنیای خودمون که برای موقعیت یه استانداردهایی تعریف میکنه رو ما با تخیل یه جوری دیگه ببینیم. اگر ارتفاع ماشین از سطح زمین، اینکه شاسی بلنده یا نه، شأن تولید میکنه، این چقدر قابل مناقشه است واقعا، چقدر قابل اینی که آدم در موردش فکر کنه. میدونید و اینجا ابزار فلسفه و ابزار در حقیقت تخیل میتونه به ما کمک کنه که امور به ظاهر بدیهی رو به چالش بکشیم و جور دیگه‌ای ببینیم. آقا سعد، من سالهاست در مورد این فکر میکنم و هیچ آدم شجاعی رو ندیدم که بخشی از شجاعتش ناشی از پذیرش آسیب پذیریش نبوده باشه. یعنی شجاعت در همون لحظه که شجاعت
این میدونید این هیجان و این آسیب پذیری و این نواقص هم همراهش. من اجازه میدی یه چیزی یادم اومد بگم؟ من یه دوستی دارم، یه دوست عزیز و صمیمی به اسم آقای دکتر مجتبی شکوری خواهش می‌کنم. که ایشون یه دوره لکنت داشته. بله. و خیلی راحت اومد و درباره لکنتش صحبت کرد و اینکه اینقدر راحت با لکنتش مواجه شد باعث شد که بتونه لکنت نداشته باشه و الان تازه خیلی اینقدر زیاد و تون حرف میزنه که گاهی وقتا باید بهش بگیم آقای دکتر یه کمی سرعت کمتر بشه. همینطوره. در مورد همین بگم سروش جان، ببین خب لحظه دارچین خیلی معروف شد. گاهی من تو خیابون که میبینن، مثلا اون روز بچه به پدرش میگفتش همون آقایی که خودشو خراب کرده یا میدونید. من میخوام یه چیزی بگم، شجاعت ناشی از لحظه دارچین، وقتی یه پسری در 8 سالگی خودشو خراب کرده و جوک نصف کاره مونده و طوفان خنده ها از بغل گوشش رد میشه، ناشی از امکانات او در این صحنه نیست، ناشی از اینه که او چیزی برای از دست دادن نداره. میدونید موضوع اینه که گاهی شجاعت زاییده آپشنا، زاییده توانمندی های ما نیستن. گاهی وقتا زاییده اینه که ما چیزی نداریم ولی اگر برای از دست دادن داریم باید ولی با خودمون مواجه بشیم. آره، یه آقایی توی شرکت خیلی بزرگ توی سازمان من سخنرانی می‌کردم، ایشون معاون اون شرکت بود. بعد گفت من پدرمو در 9 سالگی از دست دادم. با مادرم رفته بودیم مثلا تره بار میوه بخریم، به خاطر سود پدرم مادرم MS گرفته بود. گفت این بارای میوه دستم بود و فقط یه پسر لاغر 9 ساله بودم و همینجور میرفتم. گفت گریه‌ام گرفت، یعنی خسته شدم. بارا رو گذاشتم زمین و همینجور داشتم گریه میکردم. یه لحظه برگشتم عقب، مادرمو دیدم که لنگان ذکرگویان همینطوری داره به من نزدیک میشه. ببین، گفت شجاعتی در من اون لحظه به وجود اومد که این زن تمام دار و ندارش و ستون خانش منم، همین پسرک لاغر 9 ساله معمولی، و من حق ندارم خالی کنم پشتشو. گفت میوه ها رو برداشتم و پیش رفتم، اشکامم پاک کردم و از اون موقع تا الان که در 30 سالگی‌ام این بارها رو زمین نذاشتم. ببین شجاعت این آدم ناشی از آن چیزی نیست که حمایتش میکنه، ناشی از اینه که خوبی مردن اینه که دیگه نمیمیری و تو ترسی نداری از اینکه چه اتفاقی میفته. میدونید، یعنی میخوام بگم تو فیلم سگانه نولان، فیلم جذابی که در مورد بتمن ساخته، تو سری سوم بتمن میخواد از زندان فرار کنه. بعد میگن یه فاصله مثلا خیلی بلند میخواد بپره، یه طناب به خودش میبنده، نمیرسه و این طنابه نگهش میداره. بعد میگن یه آقای راز اینو میدونه، یه نفر فقط فرار کرده که چطور این کارو کرده. میره پیشش و اون پیرمرده بهش میگه که رازش اینه که بدون طناب بپری. خب بدونه اینجوری با همه غریزت میپری، اینجوری با همه شهودت، با همه سلولات میپری و بدون طناب میپره. و گاهی آقای سعد ما در زندگی بدون طنابیم. بیننده ها میتونن فکر کنن گاهی توی رابطه عاطفی، توی شرایط مالی هیچ کس حمایت اون نمیکنه و اونایی که این تجربه رو داشتن میدونن که یک شجاعتی در دل این تاریکی رشد میکنه. آلبر کامو میگه بعد از گذروندن این همه زمستان‌ها فهمیدم یک تابستان داغ درون منه که هیچ زمستانی نمیتونه خاموشش کنه و این تو این لحظه هاست این شجاعت زاییده میشه. دکتر چقدر این خوب بود که گفتین، این که گاهی وقتا برای پریدن باید طنابه رو بچینی. دقیقاً، و با همه ضعفات و با همه غریزت این کار. و خیلی وقتا موقعیت‌های انسانی آقای ساحت برعکس چیزی که مدرنیست وعده میده، موقعیت‌های بدون طنابه و این پرتاب شدن در واقع پریدنی ترین پرشمون خواهد، این اصیل ترین پرش ما خواهد بود وقتی خودمونیم و خودمون. خیلی خوب بود، خیلی ممنون.